هنگام کودکی بابایم نصیحت میکرد که جانی بابا، پیش از خواب کردن انسان باید کلمه شهادت تاییباро به زبانش آورد، چون که خواب برادری مرگ است. حق به جانب بابایم. اما وقتی که به پایه رسیدم، نظر به ashъори بزرگانمون کردم. جای رسیدم که بابوکالانمون ابوابدulloи رودکی به همه ما و شما وصیت کرده گفته است که پیش از آن که کلمه ها را به زبان آورید و خواب کنید، حتما اول هر شب ز خودت بپرس گر تو مردی که امروز چه خدمت به مردم کردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. دستگیر یکدیگر باشیم، نه آزار دهنده همدیگر. خوابهای رحمانی به همه ما و شما ای بندگان خدا. السلام علیکم و رحمت الله.